سلام، زهرا آقامیری هستم. بریم برای آموزش دهم از چالش سی رو سی نان. میخوایم نان توست درست بکنیم. یک نان توست ساده رو امروز درست میکنیم و بعد براتون توضیح میدم که میتونید با عوض کردن ترکیب آردها، مثلا اضافه کردن 10% آرد جو یا 5 تا 10% آرد چاودار یا 5 تا 20% آرد کامل گندم، اسم این نون‌ها رو تغییر بدید. مثلا بگید نان توست جو، نان توست چاودار یا روگن، یا نان توست سبوسدار که این سبوسدار به همون آرد کامل اشاره میکنه. اینجا من از آرد قوی داریم استفاده میکنیم، و اینکه تا اینجا ما از هیچ کدوم از خمیرها تست پنجره نگرفتیم. از نان توست تست پنجره میگیریم چون قراره وقتی توی قالب میره برای استراحت نهایی 3-4 برابر حجم اولیش رشد بکنه. پس نیاز داریم که مطمئن بشیم خمیر شبکه گلوتنی قوی تشکیل داده و به انسجام کافی رسیده که توان نگهداری اون گازهای زیاد رو توی خودش داره. خب اینجا نمک، شکر و خمیر مایه رو داریم. هم میزنیم با مواد خشک مخلوط بشه. این میزان خمیر برای 2 تا قالب 10 در 10 در 20. در مورد استراحت خمیر، وزن خمیر و ابعاد قالب هم صحبت میکنیم. کره رو اضافه میکنم، تخم مرغ رو اضافه میکنم، آب رو اضافه میکنیم. پس ما اینجا هیچی رو با تأخیر اضافه نکردیم. کره نیاز نیست که با تأخیر اضافه بشه چون اینجا حجم کره، تخم مرغ و شکر زیاد نیست که نیاز باشه کره مرحله به مرحله اضافه بشه. توی خمیرهای ما تمامش از همون اول همه مواد با هم دیگه مخلوط و ترکیب میشه. این 1. 2. آب رو هم کم کم اضافه نکردیم. دقت کنید وقتی دارید یک نون درست میکنید شما با توجه به نوع و میزان آردتون میزان باقی مواد رو تعیین میکنید. پس وقتی میدونید که قراره مثلا این خمیر 60% رطوبت داشته باشه که این رطوبت شامل آب و سفیده تخم مرغه و قراره نون حجیم درست بکنی، قطعاً نمیای سراغ آرد ضعیف بری. یعنی با آرد سنگک و نون تافتون اینو درست نمی‌کنی که بگیم آرد مرحله به مرحله برید، یا با آرد قنادی درست نمی‌کنید. شما یا آرد قوی 28% سبوسگیری، آردی که مخصوص پخت نون‌های حجیمه داری استفاده می‌کنی و میزان رطوبت هم مشخصه، یعنی رطوبت بالا نیست که بگیم آبو کم کم اضافه کنیم که بیش از اندازه نشه. نه، ما نوع آردمون رو تعیین کردیم، وزن آردمون مشخصه و وزن آب رو داریم با توجه به وزن و نوع آردمون تعیین میکنیم. پس حواستون باشه دستور صحیح باید نوع آرد رو به شما بگه و میزان دقیق باقی مواد حتی رطوبت رو برای شما بنویسه. بریم برای ورزدهی. بریم اول مواد با هم مخلوط بشه. اینجا دیگه حجم مواد زیاده، ما اون چالش هایی که دفعات قبل داشتیم که سریع خمیرزن خوب به خمیر گیر نمی‌کرد رو نداریم. اینجا اوکیه. خب من مواد خشکم رو دیگه نمی‌بینم. بریم که
سریع همزن رو عوض. ببینید این خمیر ماست، قراره خیلی هم شل و چسبنده نیست. ما هنوز به خمیرهای خیلی چسبنده نرسیدیم. خیلی راحت با دست میشه اینها رو ورز داد، راحت که چالش خاصی نخواهید داشت. یه درجه 2 ببرم، البته 1.5. داره کم کم خمیر رو به درستی توی خودش جمع میکنه. ببینید اینجا مواد با هم دیگه کامل ترکیب و مخلوط شده، اما ورزدهی هنوز کافی نیست. میخوام خمیر حتما منسجم تر بشه. ببینید من یه دور اینو میخوام یه تست بگیرم، شما ببینید به چه شکل. موادم از کف خمیرزن جدا کنم. خب
خب ببینید این انسجام خمیر، هنوز خمیر من انسجام کافی نداره. میذاریم ورزدهی ادامه پیدا کنه. روی دور 1.5 من گذاشتم. نکته رو توی ورزدهی دقت بکنید، هرچی خمیر شما منسجم تر میشه، ببینید رویه خمیر هی شیشه‌ای تر میشه. اصلا مشخصه که خمیرتون داره خودشو جمع میکنه. میبینید رویه خمیر شیشه‌ای تر میشه، رنگ خمیر عوض میشه. با چشم هم حتی میتونید متوجه بشید بعد از یه مدت که ورزدهی خمیر کافیه یا نه. تست بگیریم از خمیر.
برای گرفتن تست پنجره حتما دستتون خیس باشه و یه تکه خمیر رو جدا میکنیم، باز میکنیم ببینیم که چقدر به کشش جواب میده. من الان اینو برای شما انجام میدم. خب یه تکه خمیر رو جدا میکنم، بین دستم باز میکنم. ببینید این هنوز انسجام کافی نداره و نیاز داره که ورزدهی روش انجام بشه. اگه میخواستیم خمیر دیگه‌ای باهاش درست کنیم اوکی بود، نون دیگه‌ای قرار بود باهاش درست بشه که حجیم نبود، همینقدر انسجام براش کافی بود، اما برای نون توست کافی نیست. به خصوص من اینجا دارم حساسیت بیشتری هم نشون میدم، برای اینکه اگر میخوایم با آردهای دیگه ترکیب بکنید دقت بکنید که همین اول تست پنجره خوب از خمیر بگیرید. پس ورزدهی باید کافی باشه. روی دور یک بچه‌ها ورزدهی تمومه. خمیر رو از ظرف خارج کنم تا تست پنجره رو بگیرم بهتون نشون بدم. بعد از اینکه تست پنجره ناموفق قبلی رو گرفتیم 5 دقیقه دیگه خمیر ورزدهی داشت. خب
ببینید قرار نیست اگر خمیر ورزدهیش انجام شد به تست پنجره رسید همچنان دیگه چسبنده نباشه. این خمیر چسبنده باقی میمونه به خاطر اینکه این خمیر میزان موادش به این شکله. درسته؟ خب 5 دقیقه بهش استراحت میدم، برمیگردم چونه که کردم تست پنجره رو میگیریم بهتون نشون میدم به چه شکلی پیش میره. خب 5 دقیقه زمان دادیم. خمیر کاملا نرم، لطیف، چقدر رویه صاف و خوبی داره. تست پنجرم بگیریم ببینیم به چه شکله. من دستامو مرطوب کنم، یک تکه از خمیر جدا میکنم، دستام مرطوبه، خمیر رو بین دستم باز میکنم. ببینید و وقتی فشار میدم یه همچین کشسانی خمیر من رسیده. این برای این خمیر کفایت میکنه. ببینید این برای این نون تا همین حد کفایت میکنه. چونه میکنم، توی ظرف مناسب استراحت میدم و اجازه میدم تا 2 برابر بشه، نه بیشتر. خب بچه ها خمیر اینجا رشد کافی داشته. دقت کنید به خصوص برای نون تست نذارید خمیرتون تو مرحله اول بیشتر از 2 برابر رشد بکنه، چون هنوز خمیر قدرت کافی نداره. گازهای تخمیر زیاد باشه باعث پارگی بافت خمیرتون میشه و بعد توی مرحله نهایی، توی تخمیر نهایی دچار مشکل میشید. خب میخوام 2 مدل فرمدهی رو انجام بدم. خمیر رو وزن بکنیم که به 2 قسمت مساوی تقسیمش بکنیم که بعد بریم برای فرمدهی. من اینجا 1 کیلو 225 گرمه. تقسیم بر 2 بشه میشه 2 تا چونه 612 گرمی. خب یکیش رو میخوایم یه چونه کامل بکنیم و یکی رو تبدیلش کنیم به 3 قسمت. هر قسمت 204 گرم میشه. خب حالا بریم چونه کنیم. دقت بکنید من هوای خمیر رو نگرفتم. میخوام تو مرحله چونه کردن خمیر هواگیری بشه. وقتی چونه ها بزرگتره نمیتونید به روش هایی که یاد دادم چونه کردن رو خیلی راحت انجام بدید. یعنی روشی که یاد میدادم این بود که خمیر رو میگرفتیم، تا میزدیم و گردش میکردیم. ممکنه این کار برای بعضی ها سخت باشه چونه که بزرگتر بشه. یعنی چونه 204 گرمیه. به چه شکل انجام میدیم؟ خمیر رو روی سطح تا میزنیم، قسمت های خیسش برمیگردونیم از این طرف 2-3 بار به روش اسلپ فولد تا بزنید و بعد خمیر رو زیر خودش هدایت کنید به این شکل. هم خمیر هواگیری میشه، ببینید این چونه من بوده، هم منسجم میشه. پس چی شد؟ به روش اسلپ فولد تا میزنیم، هر بار جهت مخالف، 2-3 بار که تا خورد قسمت های چسبنده کاملا رفت زیر، با کناره های 2 دست خمیر رو
میبرم زیر خودش. چونه بزرگ هم به همین شکل. ببینید تا میزنم بدون اینکه کشش زیاد به خمیر بیارم و حالا خمیر رو میبرم زیر خودش. اجازه میدیم چونه ها 2 برابر بشه، بعد میریم برای فرم‌دهی نهایی. دقت بکنید نان توست نان حساسیه. مراحل رو یاد بگیرید، به صورت صحیح انجام بدید که وقتی دارید توست های حساس‌تر رو درست میکنید، توست هایی که با ترکیب آرد کامل هستن، توست های بریوش، توست هایی که تو تکنیک تنگژانگ هستن که خمیرهای حساس‌تری دارند، وقتی تو این مراحل چونه کردن ها رو تمرین کرده باشید، به زمان استراحت خمیر دقت کرده باشید، شناخت کافی پیدا کنید از خمیری که 2 برابر حجم گرفته یا بیشتر، توی اون مراحل و اون نونهای حساس کمکتون میکنه. روی خمیرها رو میپوشونیم و صبر میکنیم تا حجم بگیره. خب خمیرها حجم کافی گرفته، بریم برای فرم‌دهی. من اینا رو روشو آب میزنم، پاک میکنم. اینو بذاریم فعلا اینور. خب این یکی از راحت ترین مدل هاست. خمیر رو چونه رو برگردوندم، روشو آرد زدم، سطحشو با دستم پاک کردم که لکه های آرد نمونه، صرفا خشک بشه. چونه رو برگردوندم، فشار نمیدم، صافش نمی کنم، اصلا نیاز به این کارها نداره. یه تا از این ور با دست آروم نگه میدارم لایه ها بچسبه و چون آرد نزدم این قسمت هم چسبنده است، راحت خمیر میچسبه. یه تا از این ور ببینید آروم که لایه ها بچسبه. یه مستطیل درست کردم، حالا گردش میکنم. زیرش هم فیکس کردن نمیخواد، میره توی قالب. میذاریم توی قالب. پس چی شد؟ چونه رو برگردوندم چونه رو یه تا از این ور، یه تا از این ور، با دست آروم نگه میدارم که بچسبه و رول میکنم به این شکل. زیرش هم فیکس کردن نمیخواد، میره توی قالب. دقت کنید توی فرم‌دهی به خمیر آسیب نزنید. یه تا از این ور چسبنده است، راحت میچسبه. یه تا از این ور مستطیل درست شد، رولش میکنم و میذاریم توی قالب. حالا دقت کنید حدوداً 600 گرم وزن خمیر ماست، 612 گرم. این حجم از خمیر برای این نوع خمیر باید حتما تو بالای قالب خمیر شما رشد بکنه. تو قالب 10 در 10 در 20 توی پیجی هایلایت گذاشتم که گفتم چطور حداقل وزن خمیر توی یک قالب رو میشه پیدا کرد که ابعاد رو در هم ضرب میکنید، طول عرض ارتفاع در هم ضرب میشه. 10 در 10 در 20 میشه 2000، تقسیم بر 4 میکنید میشه 500. این میشه حداقل وزنی که توی این قالب میشه گذاشت. حالا حد اکثرش دیگه 100-200 گرم بیشتره. حالا اگر 500 گرم باشه تا لب قالب برسه اوکی. 600 گرم تا بالای قالب که بیاد دیگه حجم خمیر شما، رشد خمیر شما برای پخت کافیه. به خاطر همین خیلی بهتره که شما تو شروع کار حتما با ابعادی که توی دستور هست قالب ها رو تهیه کنید و با همون وزن پیش برید که بافت صحیح رو ببینید. بعدن که خواستید از قالب های دیگه استفاده کنید بدونید خمیرتون چقدر حجم بگیره، براش کافیه. برای فرم‌دهی دوم این چونه من بود، برش میگردونم. این هم همچنان حبابگیری نمیشه، خیلی صافش نمی کنم و شروع میکنم به رول کردن. حالا دقت بکنید
طول قالب من 20 سانته. دقت بکنید که جوری باز بکنید که خیلی بیشتر نشه که خمیر توی قالب تا بخوره. پس همینطوری چونه رو برگردوندم، به همین شکل شروع میکنم به رول کردنش. تمام. به همین راحتی زیرش هم فیکس کردن نمیخواد. خمیر رو میذارم توی قالب و این هم همون وزنه دیگه. اجازه میدیم تا بالای قالب رشد بکنه. بعد رومال میزنیم و میره برای پخت. رومالش هم همچنان همون تخم مرغ. روش هم میتونید بعد کنجد هر چیزی خواستید مغزیجات بریزید. فقط صبر بکنید تا خمیرتون رشد کافی داشته باشه. خب بعد از اینکه خمیرها رشد کافی داشت میریم برای رومالش. دقت بکنید اگه خمیر قبل از رشد کافی پاره پوره بشه، سوراخ بشه یا رشد نکنه، ما به اون اوورپروف نمیگیم. اوورپروف یعنی رشد بیش از حد و بعد از رشد بیش از حدش حالا خمیر دیگه توان نداره و پاره میشه یا سوراخ میشه و گازهای تخمیر خارج میشن که باعث صفر شدن نون میشه. وقتی خمیر شما هنوز رشد نکرده که معنیش اوور نمیشه، که اوور یعنی رشد بیش از حد. ممکنه که یه سری پارگی ها اینطوری کنار خمیر ببینید توی رشد کردن، یا دلایل کلا این که خمیر قبل از اینکه رشد کافی بکنه پاره بشه، یا آرد ضعیفه که اینجا آرد ما ضعیف نیست، یا ورزدهی کافی نبوده که ما ورزدهی هم کافی بوده. حالا البته این خیلی مسئله نیست، ممکنه پیش بیاد. به صورت کلی میگم که اگر خمیرتون قبل از رشد کمتر از این پاره پوره شد، یا دما بالا بوده، زود رشد کرده، این هنوز نتونسته بود به انسجام کافی برسه. یعنی نباید توی 1 رو 20 دقیقه خمیر شما اینقدر رشد بکنه. اگه این اتفاق افتاد، حتی توی نیم ساعت، بهتره که بالای نیم ساعت رشد 3 برابری اتفاق بیفته. اگه این اتفاق افتاد یعنی دما بالاست، این باعث پارگی خمیر میشه. وگرنه نباید خمیرتون قبل از رشد پاره پوره بشه. خب دقت بکنید من اینجا وردارم از صافی رد کردم. خیلی بهتر میشه که دیگه لختگی ها نباشه و مقدار بیشتری خمیر رو هم میتونید رومال بکنید با همون میزان تخم مرغ وقتی از صافی رد میشه. فر رو از قبل گرم میکنیم. دمای پخت بین 30 تا 35 درجه است. تو بازه دمایی 170 تا 180 درجه. اگه فرتون گازیه، برای همه دستورها دما رو افزایش بدید. با این همه باز باید با فر خودتون قلاگیری بکنید. اگه میبینید که توی تایم کوتاهی روی نون زود خوش میشه، رنگ میگیره، میسوزه، دما رو کاهش بدید. تایم پخت رو کاهش ندید. اول برید رو کاهش دما، بعد روی کاهش زمان پخت، چون بهتره که با دمای مناسب خمیر پخته بشه. بریم فرم گرم بشه، اینا رو بذاریم توی فر تا بپزن. خب بچه ها، نون ها پخت. بلا فاصله از قالب خارج میکنیم به خاطر اینکه توی قالب عرق نکنه. ببینید چقدر از قالب بیرون زده. پس میذاریم کامل تا لب قالب رشد بکنه. میبینید چقدر بیرون زده از قالب. استراحت کم ندید، عجله نکنید برای پخت. یه ذره کناره ها پارگی ایجاد شد مانعی نداره، باعث نمیشه نون شما، معنیش اوورپروف نیست، باعث نمیشه نون شما پفش بخوابه. دقت بکنید، اجازه بدید خمیر تا جایی که راه داره رشد کافی داشته باشه. بریم اینا رو از قالب در بیاریم. بذارید ببینم این یه ضربه میزنیم از قالب در بیاد. البته من قالب هم نچسبه.
فکر کنم یه ذره چسبیده. خب اینم در میاریم و اجازه میدیم که روی توری نون ما خنک بشه. این کجاش چسبیده؟ درست شد. نون ها پخت کامل. و برای برش زدنش اجازه بدید 5-6 ساعت از خنک شدنش بگذره و بعد برش بزنید. اینم از نونهای تست ساده. خنک شد برمیگردیم بافتش رو هم ببینید. خب بچه ها این نونها مقدار خنک شده. من برش میزنم که شما بافتش رو ببینید. اینم بافت فوق‌العاده این نون ها. چقدر بافت یک دست تمیز. به ارتفاع نون دقت بکنید که بعدن که خواستید نون رو بپزید این خودش یکی از نشونه هاست برای اینکه بفهمید که تخمیر کامل بوده یا نه. اینم بافتش و تمام. نوش جونتون.